یک شاخ گل، برنامه شماره 378. این برنامه با همکاری عبدالوهاب شهیدی، پرویز یاحقی تنظیم گردیده. آهنگ موزون در مایه سگاه از میر نقیبی، اشعار از حافظ، گوینده روشنک.
دود و سرمایه بسوزی یا محابانه کنی. به جان پیر خرابات و حق صحبت او که نیست در سر من جز هوای خدمت او. بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است، بیار باده که مستظهرم به رحمت او. چراغ صاعقه آن سحاب روشن باد که زد به خرمن ما آتش محبت او. بر آستانه میخانه گر سری بینی مزن به پای که معلوم نیست نیت او. به جان پیر خرابات به جان پیر خرابات حق صحبت او که نیست در سر من، که نیست در سر من
جز هوای خدمت او. بهشت اگرچه نه جای گناهکاران است یافتاد. بیار باده که مستظهرم به همت او. یا بیار باده که مستظهرم به همت او. چراغ آن سحاب روشن باد. که زد به خرمن ما آتش محبت که زد به خرمن ما آتش محبت او.
چشمه حقارت نگاه در من است. که نیست معصیت و زهد بی مشیت او جا یا نمی کند دل من میل زهد و توبه، ولی به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او، به نام خواجه بکوشیم و فر دولت او. یا یا مدام خرقه حافظ به باد در گرامت یا مگر ز خاک خرابات، مگر ز خاک خرابات، مگر ز خاک خرابات بود فطرت او
بیا که دوش به مستی سروش عالم غیب نوید داد که عام است فیض رحمت او. مدام خرقه حافظ به باده در گرو است، مگر ز خاک خرابات بود فطرت او. این بود شاخ گل شماره 378.